وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. پل هوایی موترو در چهارراهی برکی کابل ساخته می شود. چهاروالی کابل می گوید با درک مشکلات ازدحام و جستجوی راه حل، مطالعات تکنیکی و فنی را قبلا در چهارراهی برکی روی دست گرفته بود و اخیراً طرح و دیزاین سنجیده شده این چهارراهی مطابق با معیارهای بین‌المللی تکمیل گردیده است. منابع می افزایند این پروژه حیاتی از اهمیت خاص برخوردار بوده که بزودی پس از تکمیل کار دیزاین تفصیلی و تدارکاتی آن، مرحله ساخت آن نیز شروع خواهد شد. با ساخت این پل افزون بر کاهش ازدحام ترافیکی در این ساحه، شاهد رشد و توسعه پایدار و ایجاد زیبایی در شهر کابل خواهیم بود. کار اعمار و ساخت سرک فرخار-ورسج در حال تکمیل شدن است. مرکز رسانه‌های حکومت میگوید بخش اول این سرک اسفالتی 15 کیلومتر طول داشته که از ولسوالی فرخار آغاز الی ورسج ولایت تخار امتداد دارد. پروژه متذکر میان وزارت فواید عامه و یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی قرارداد گردیده که از سوی حکومت افغانستان تمویل می‌شود و تا اکنون 97% کار آن تکمیل شده است. در جریان اعمار و ساخت این سرک برای 54,000 باشنده محل به صورت مستقیم ایجاد گردیده و به صورت غیر مستقیم 27,000 نفر از آن مستفید می شود. 21 نمایشگاه زعفران در ولایت پکتیا ساخته می شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پکتیا می گوید به دهها تن از دهقان این ولایت بسته های زعفرانکاری توزیع گردیده است. این بسته ها شامل کد مخصوص زعفران و همه وسایل مربوط به کاشت و برداشت زعفران می باشد. این بسته ها با منظور ساخت کشتزار نمایشی زعفران به دهقان از ولسوالی های احمدآباد، سیدکرم، گردسیری، شواک و وزیر زدران توزیع گردیده است. 5,000 دختر و پسر امتحانات کنکور شمولیت در اکادمی ملی نظامی افغانستان را سپری کردند. دیگر جنرال ولی محمد احمدزی لوی رئیس قوای مسلح افغانستان با اداره ملی نظارت از جریان امتحانات کنکور نظارت می‌کرد. او از علاقه جوانان برای پیوستن به صفوف اردوی ملی قدردانی کرد. وزارت دفاع ملی می‌گوید پیروزی امتحان کنکور شامل اکادمی ملی نظامی، پوهنتون ملی و دفاعی مارشال فهیم می‌شود. افتتاح برنامه پرداخت دیجیتال معاشات کارمندان دولتی افغانستان با منظور تسریع روند پرداخت معاشات، سیستم پرداخت دیجیتال معاشات کارمندان خدمات ملکی را ایجاد کرد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این برنامه به کارمندان دولتی اطمینان داد که پس از این معاشاتشان را در زمان معین و بدون آن که مورد دستبرد قرار بگیرد به دست خواهند آورد. در همین حال نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایجاد این برنامه را یک گام مهم در زمینه مبارزه با فساد خواند. اداره هوانوردی ملکی اعلان کرد که درآمد این اداره در 4 ماه اول سال روان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30% افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره از ماه حمل سال روان تا سرطان درآمدش 2.4 میلیارد افغانی بوده که این بالاترین سطح درآمد در 2 سال گذشته است. اداره هوانوردی ملکی افزوده به آنکه تعداد پروازها با شیوع ویروس کرونا کاهش یافته و تردد مسافران کم شد، اما در نتیجه تلاش‌های رهبری جدید و شرکای اداره هوانوردی کشور درآمد آن افزایش یافته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که حاصلات تربوز در ولایت لوگر امسال 10% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این اداره گفته در سال جاری 357 هکتار زمین در این ولایت تربوز کشت شده که 15,618 متریک تن حاصلات داشته است. با گفته آقای رستمی، تربوز لوگر در کنار کابل در ولایت دیگر نیز بازار خوبی دارد و هر من تربوز با 170 افغانی فروش می‌رسد. با گفته منابع این وزارت، بیشتر کشاورزان ولایت لوگر به کشت تربوز رو آوردند و از روش‌های جدید کشت این گیاه استفاده می‌کنند. کار ساخت 36 سردخانه در ولایت سرپل آغاز شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید ساخت این سردخانه‌ها سبب بهبود اقتصاد دهقان خواهد شد. مقامات گفتند این سردخانه‌ها در چندین ولسوالی سرپل ساخته خواهد شد و 25 میلیون و 900 افغانی هزینه خواهد داشت. کار ساخت یک مسجد به ارزش 14 میلیون افغانی تکمیل شد. مقامات میگویند این مسجد در ولسوالی جبل سراج ساخته و هزینه ساخت این مسجد از سوی اداره انکشاف ملی پرداخت شده است. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.